سرخط مهمترین خبرها: تهدید به خبرنگاری رادیوی آزادی. وزارت کارهای داخلی گفته است در رابطه به حمله پرونده باز کرد. انگلا مرکل گفت پوتین می‌خواهد اتحاد اروپا را نست کند. و پرزیدنت UFC گفته است عبدالرازق در این تشکیلات محاربه می‌گذراند. درود بر شما بینندگان عزیز آزادی، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 9 ایون است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در پیوند به حمله به خبرنگاران و نواربرداران رادیوی آزادی و تلویزیون نستعش وریم در دوشنبه پرونده جنایی گشوده آنها را جبر دیده اعتراف کرده است. در این باره وکیلان مدافع از تشکیلات مرکز حقوق انسان روز 8 ایون خبر دادند. به گفته وکیلان دفاع، پرونده بر اساس قسم دوم ماده 248 یا غارتگری باز شد. حمله به خبرنگاران آزادی و نستعش وریم روز 17 می امسال بعد صحبت با روزنامه‌نگار و فعال مدنی الفت خانم محمدشاه و صورت گرفت. شخصان ناشناس دستگاه نواربرداری و 5 تلفن خبرنگاران را کشیده گرفتند. پرونده در حال باز شد که به یک خبرنگاری آزادی تهدید کردند که عریضه اش را بازپس بگیرد، در عکس حال درباره سلامتی اعضای خانواده اش فکر کند. حمله به خبرنگاران واکنش زیادی به بار آورد. انگلا مرکل سابق صدر اعظم آلمان در نخستین مصاحبه‌اش بعد کنار رفتن از وظیفه گفت حمله روسیه به اوکراین اشتباهی بزرگ است. این یک حمله وحشیانه است که قانون بین المللی را پایمال می‌کند و هیچ اساسی ندارد، گفت او. نیروهای روسیه صبح 24 فوریه امسال به اوکراین حمله کردند و این جنگ تاکنون دوام دارد. مسکو میگوید هدف از حمله به اوکراین مبارزه با ملت‌گرایان است، اما کیف و بسیار کشورهای غربی این را تجاوز به خاک اوکراین گفتند. انگلا مرکل در مصاحبه‌اش به مجله آلمانی شپیگل گفت پوتین با مدل دموکراسی غربی خصومت دارد. پوتین می‌خواهد اتحاد اروپا را از بین برد، زیرا در آن قدم اولین به سوی ناتو را می‌بیند، گفت مرکل. انگلا مرکل از سال 2005 تا اکتبر 2021 صدر اعظم آلمان بود و او را برای سیاست نرمش در برابر روسیه تنقید می‌کنند، ولی مرکل در مصاحبه‌اش با شپیگل گفت ضرورت نیست که او برای سیاست‌هایش نسبت مسکو عذر پرسد. ولی سابق صدر اعظم آلمان اعتراف کرد که در وقت غصب نیم جزیره کریم در سال 2014 از سوی روسیه باید واکنش شدیدتر میشد. مرکل با اشاره به گفتگوهایش با پرزیدنت روسیه گفت از راه نظامی بازداشت نمودن یگانه زبان است که پوتین میفهمد. در شهر خوجند ولایت سوغد اکنون برای زنان راننده هم جای تعمیر نقلیات پیدا شد. یک بانوی تاجیک در شمال تاجیکستان اولین کارگاه تعمیر نقلیات سبکرو را که خودش با آن سر و کار میکند باز کرد و برای عملی سازی این هدفش 3 سال در آموزشگاه کسبی تکنیکی شهر خوجند تحصیل کرد و با لایحه خود در آزمون گرانت پرزیدنتی غالب گردید. همکارم فرزان محمدی از کارگاه این زن چیلانگر گزارش تهیه ساخت. موزون سنگین و نخستین نقلیات‌های به تعمیر نیاز داشته را در کارگاه خصوصیش قبول می‌کند و تا این مدت طول چند سال در دیگر سیخ‌های ماشین تعمیرکنی به حیث یاور کار می‌کرد و با برد کردن 40,000 سامانه گرانت پرزیدنتی تجهیزات‌های نو خریداری کرد و میگوید این روز را خیلی انتظاری می‌کشید. تا گرانت گرفتن خدا بشکر اگر که نیمشه گویم و یک 20 بار دوشنبه رفته آمدم. روزای شد که یک روزی رفتیم ترمف رو آمده است 2 سوتکه همون پریوال در ماندیم. از شهرستان گذشته نیمی پریوال به سخت است همونجا در ماندیم. این هم با آسانی نشد. موزون این کسب را از پدرش به میراث گرفته است و از آن که به فرق از برادر و خواهرانش این کار را او پیشه کرد افتخار دارد. ولی به قول خودش تا رسیدن به این زینه مشکلی های زیاد را پسی سر نموده و طول چند سال به مهاجرت مهنتی هم رفته است. همه قصاد رسی رفته کار کردگی من مردی کاری کردگی زکروت که سخت کردگی همه نمودی کار کردگی من یک این که دینه دیگه کارهای خودم هم هست مثلا زکروت که سخت میکنم و میکنم خیر خدا بشکر زندگیم گذشته است. من 2014 سر میشد اما به استانبول من کوارتیر میشنم خدا شکر تا بچه‌مه تامین میکنم شوهرم کار میکنم خدا شکر دیگه کم بودیم نیست.
این چهلم‌گرزن تاجیک در بین 30 نفر جوانپسران در لیسه کسبی تکنیکی شهر خوجند تحصیل کرده و حالا همسبقانش را نیز به کارگاهش دعوت کرده است. استاد موزونه میگوید شاگردش بین دیگرها فرق میکرد و زود قسمهای احتیاطی ماشین را از خود مینمود. شاگردا بی‌حسابو همش استاد شدگیش میره. من آینده خداخواد نقش میراد همین قدر کار تا آینده میراد نه با ناگهان شدن میراد استخوانه. زی رنگ پیشتر نگی یک تا موتور بارداری گیریو من خدا بشکر تجهیزاتای نو برآمدگی من تجهیزاتا های تا 3 تا موتور می ماشینتون هم جاش آمدگی ده متساتون پول نمی که براش نمیشه چی دیگه یگان مشکلی نیست وقتی که شما شوق و ذوقتون هست این به یگان مشکلی اهمیت نمیدید نگاه نمیکنید که به مشکلی دارد ندارد میشه کار که رفتن میکنید. در جامعه سنتی تاجیکستان که اکثرا کسب‌ها را به مردانه و زنانه جدا می‌کنند به این بانوی تاجیک زیاد اثر نکرده است. وی میگوید فرق ندارد که مزاجانش کی هست و چی فکر میکند اما مهم در آن است که مشکل آدمان را برآورده میسازد و با این شغلش رزق و روزیش را مییابد. یک خیلی آدم‌ها مثلا با فخر قبول میکنن بعضی‌ها میگن که مثلا زن به چی مونده است که همین کسب کرده است خونه‌اش ند یا بچه‌ش نگاه کند یا زندگیش قبل نه این یگان وای ندارد. موزونه نیت دارد همزمان صاحب دیپلم دانشگاه تکنیکی گردد و به زودی یک سیخ کلانتر تعمیر ماشین‌ها را در شهر بوستان تأسیس بدهد و میگوید شوق اگر رهبر بود هر مشکل آسان تر شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. دانا وایت پرزیدنت تشکیلات UFC خبر داد که ماه آگوست امسال رقابت عبدالرازق و حسب الله را برگزار میکند. عبدالرازق بلاگر آوازخوان تاجیک و حسب الله بلاگر داغستانی با قد پستشان مشهور شدند. آنها تا این دم چند بار با هم واخورده میانشان مناقشه هم شده است. دانا وایت در صحبت با صحیفه بارستول سپورت گفت قوه آزمایی عبدالرازق و حسب الله ماه آگوست در شهر باستانی آمریکا برگزار می شود. دانا وایت درباره سنه دقیق محاربه چیزی نگفت اما صحیفه بارستول سپورت نوشته است رقابت روز 20 آگوست برگزار می شود. تشکیل محاربه میان عبدالرازق و حسب الله واکنش‌های زیاد را به میان آورد هرچند برخی ها مقابل جنگ کردن این دو جوان معیوب می باشند ولی توجه زیاد بر رقابت این دو نفر ظاهرا تشکیلات UFC را وادار کرده است که تا قوه آزمایی عبدالرازق و حسب الله را تشکیل کند. در صورت برگزار کردن این رقابت عبدالرازق اولین شهروند تاجیکستان می شود که در تشکیلات پرنفوذ UFC برآمد می کند. یک خبری ورزشی دیگر هم داریم. دسته های منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و قرقیزستان که در دور اول مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در شهر بیشکک رقیبانشان را شکست دادند در جدول گروه F پیش صف شدند. منتخب تاجیکستان در نخستین بازیش تیم ملی میانمار را با حساب 4-0 مغلوب کرد. بازی دیگری دور اول در گروه F میان تیم‌های ملی قرقیزستان و سنگاپور که 8 ایون در بیشکک دایر گردید با پیروزی میزبانان با حساب 2-1 به پایان رسید. منتخب تاجیکستان در دو بازی دیگری خود 11 ایون با منتخب سنگاپور و 14 ایون با دسته میزبان قرقیزستان بازی خواهد کرد. رایمونداس کارابلیس معاون وزیر کارهای خارجه لیتوا را روز 8 ایون سفیر نو اتحاد اروپا در تاجیکستان تعیین کردند. از سال 2018 در این مقام دیپلمات شوئدی میریلین یوسفسون کار میکرد. او رئیس نمایندگی اتحاد اروپا در قرقیزستان تعیین شد. کارابلیس 54 ساله است و بخش حقوق دانشگاه ویلنیوس را ختم کرده است. در گذشته وزیر دفاع لیتوا بود. اتحاد اروپا یکی از شریکان مهمی تاجیکستان به شمار می رود ولی مخالفان و سازمان‌های حامی حقوق انسان سالهای اخیر اتحاد اروپا را به چشم پوشی به پایمالشوی حقوق آدمان و آزادی‌های بنیادی در تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه تنقید می‌کنند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 9 ایون را فرا می‌گیرد. سال 2016 پارلمان تاجیکستان قانون نوی را قبول کرد که مقامات را برای جواب دادن به عریضه و شکایت‌های مردم و مطبوعات وظیفه دار می‌کند. در صورت بی‌اعتنایی به مراجعت مردم تنبیه می‌گیرند. در حالی که سال تا سال پاسخگویی مقامات در پیش جامعه کمتر شده است، معلوم نیست تا کجا این قانون در واقع اجرا می‌شود.
9 ایون سال 2015 در دوشنبه پشتی درهای بسته مرافع دادگاهی سید مهدی خان ستارов معروف به شیخ تیمور شروع شد. روحانی که گویا دعوای پیغمبری کرده است با اتهامی مثل بسیارزنی و طمعکاری محاکمه و نهایت به 16 سال زندان محکوم شد. او در سن 72 سالگی یکی از 10 قربانی آشوب زندان وحدت در سال 2019 شد. 9 ایون سال 2017 در ناحیه حصار 2 مسجد محلی بسته شد. شهرک ساختمانچیان ناحیه حصار که ساکنانش اساساً لولی تباران محلی هستند گفتند به خصوص در دوره رمضان عبادت دست جمعی آنها مشکل شد. تصمیم مقامات تاجیکستان به بستن در مسجدهای غیر قانونی همچون پایمالشوی آزادی‌های دینی شهروندان تنقید شده است. قرب دلار آمریکایی و هم روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه بی تغییر است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی از 165 تا 175 سامان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1100 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 9 ایون چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید رسیدیم. خبر و ویدیوهای بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی و صفحه آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید.